یک رهبر قبیله‌ای داره سیاست رو توی کردستان عراق به هم میریزه. بیاین درباره خورشید هر کی صحبت کنیم. خورشید هر کی رهبر قبیله قدرتمند هر کی هست، گروهی که توی عراق، ایران و ترکیه پخش شدن. اون از خاندان مالا میاد، رهبران تاریخی این قبیله و قبلا عضو ارشد حزب دموکرات کردستان یا همون کادیپی بوده. اما اختلاف با خانواده بارزانی باعث یه درگیری جدی و درگیری‌های مسلحانه اخیر توی استان اربیل شد. بعد از اینکه نیروهای امنیتی سعی کردن اون رو به خاطر اختلافات زمین دستگیر کنن، خورشید خواستار یک قیام ملی شد و طرفداراش جاده‌های اصلی رو بستن. حتی پالایشگاه‌های نفتی مهم رو هم تهدید کردن. این فقط یه دعوای خانوادگی نیست. نفوذ هر کی خیلی زیاده، از مرزها رد میشه و اساس سیاست کردی رو به لرزه در میاره. نتیجهش میتونه روی امنیت و اقتصاد کل منطقه تأثیر بذاره. با ما همراه باشید.